سلام دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه. اومدیم با یه ویدیو آموزشی دیگه درباره بازی الدن رینگ. میخوام توی 10 دقیقه انقدر قوی بشیم توی این بازی که همه باسا رو مثل آب خوردن رنده کنید. با من در ادامه ویدیو همراه باشید. ممنون میشم اگر کانال منو سابسکرایب کنید و همچنین ویدیوها و محتوایی که در کانال میذارم رو حمایت کنید. اگر لایک کنید و کامنت بذارید بسیار از شما ممنونم. با من با ادامه آموزش همراه باشید. خب در اول بازی شما باید کلاس ها رو انتخاب. کلاسی که من پیشنهاد میکنم انتخاب کنید کلاس سامورایی هست. کلاس انتخاب کنید، یه نام براش انتخاب کنید. حالا تایپش مرد یا زن فرقی نمیکنه. این چیزی که میخواید بردارید و گلدن سید بردارید، برای فلاسکاتون مهمه و وارد بازی بشید. مراحل آموزشی بازی رو رد کنید، وارد بخش اصلی بازی که میشید وارد لیمگریو میشید. همین اول یه دونه اینجا سافت آف گریس هست که روشن میکنیم و پاش میشیم. برای اینکه ما کارامون رو انجام بدیم نیاز داریم که در واقع کارها رو سریع انجام بدیم. باید این مسیر که من انجام دارم میرم و برید، این سافت آف گریس رو روشن کنید، بعد ادامه بدید همین مسیری که دارم نشون میدم روی نقشه. برید ادامه بدید مسیرتون رو. اینجا وقتی بشینید پای این سایت آف گریس با ملینا صحبت میکنید و اینجا وقتی با شما صحبت کنه و این کاتسین تموم بشه و دیالوگاش تموم بشه به شما یه حلقه میده که با اون حلقه میتونید ببینید. این حلقه میتونید تورنت رو صدا کنید، در واقع همون اسب شماست تو بازی. من میام تو منو سمت راست، نگاه کنید اینجا روی پد سمت راستم این حلقه رو قرار میدم. اون بالا حلقه رو انتخاب میکنم. الان اگر مثلث رو نگه دارم و پد سمت راستم فشار بدم اسبم اظهار. حالا نقشه این بخشم دیگه، حالا که همین بغل میگیرم این بیام این کنار مپ این بخش، بله اینجا مپ رو بر میدارم و درگیر نمیشم. حالا بیاین اینجا همین اول بازی از همین جایی که تو نقشه نشون دادم مسیری که من میام بریم برای گرفتن یکی از این پای مرغ‌های طلایی که موقعی که از این آیتم استفاده کنید شما رون بیشتری دریافت میکنید. وقتی این آیتم برای شما بله این آیتم پای مرغ طلایی. حالا شما برای اینکه بچه‌ها اگر حالا کلاس سامورایی رو انتخاب نکردین و چون برای زدن گرفتن رون به این کاتانایی که من دارم موچی کاتانا نیازی، اگه سامورایی نیستی میتونید از این مسیری که من میام بیاین وارد این کاتاکومز بشین، توی سایت آف گریزش بشینید و حالا وارد این بخشایی که من میرم برید و این اوچی کاتانا رو اگر کلاس سامورایی انتخاب نکردید و بگیرید، چون برای بلاد لاست نیاز دارید برای این بیلد. اینجا اوچی کاتانا رو گرفتم. حالا بیاین به این معبد ماریکا که این نقشه مشخصه و از این پورتال برین به بخش کیلید. از اینجا با این درگیر نشین، با این کرگویل در رو باز کنید، سایت آف گریسش رو روشن کنید و این مسیری که من میرم و با تورنت برید و با هیچ کدوم از دشمنا جنگ نکنید. اینجا یک گلدن سید بردارید و بیایید تو سایت آف گریس این بغل بشید، روشنش کنید اینو و دوباره سوار تورنت بشید و مسیر با این درگون هم اصلا فایت نکنید چون الان زوده نمیتونید باش نورد کنید. کنارش رد بشید، بیایید سمت راست مسیر رو بیاین. اصلا وای نستی، اینجا جای خیلی بدیه. بیاین از اینجا برید بالا، آفرین، بیاین بالا و برید این بغل از این کنار توی سایت آف گریس بشید. ببینید بچه‌ها اینجا یه اژدها داریم ما که این اژدها مریضه و با زدن این دومش، ببینید من دارم دومش رو میدم، با این اوچیگاتانا توی اینو بکشید. نکته ای هست وقتی این مرد یعنی این هی بلاد لاست میشه و یهو جونش کم میشه. ببینید یهو یه دمیج زیاد میخوره. وقتی این بمیره به شما
نزدیک 50,000 تا سول میده و اگر اون پای مرغ استفاده کرده باشید نزدیک 70,000 تا به سول خواهد داد و بسیار زیاده برای این اول بازی و میتونید بسیار لول اپ کنید توی سایت آف گریس. ولی یه نکته ای هست، میتونید با کشتن این موقعی که آخرین ضربه رو زدید و انیمیشن مردن این فعال میشه، قبل از اینکه این سولا به شما برسه خودتون رو برسونید سوار تورنت بشید، سریع برسونید سایت آف گریس وقتی مرد و اگر زودتر از موقع مردن برسید شما در واقع هم سول اینو میگیرید و هم دوباره این زنده است. حالا نگاه کنید من اینو میزنم، موقعی که مرد بهتون توضیح میدم. آخرین ضربه که یه صدایی میده میفهمید که مرد، سریع سوار تورنت بشید و برگردید به سایت آف گریس و قبل از اینکه سولاتون بیاد بشینید و باعث میشه که دوباره زنده بشه و چند بار میتونید این کار بی نهایت تکرار کنید. نگاه کنید الان اینجا من ضربه آخر رو که بهش بزنم مشخص، نگاه کن مرد، سریع سوار شدم و اومدم قبل از نشستم. نگاه کنید 50,000 تومان سول داد و دوباره این زنده است. همینجا باز دوباره برای اینکه قوی تر بشید بیا این مسیری که من میام و اینجا یک از تلیسمن‌های مهم بازی رو بگیر. اصلا اینجا درگیر نشید بچه‌ها، به هیچ وجه اینجا با دشمنان این منطقه درگیر نشید چون بسیار قدرتمندن. مسیر رو سریع بدو میرم بالا، مراقب باشم پویزن نشم، سریع میام بالا. این مسیر رو یواش از این بغل میندازم پایین. اینجا چند تا جاست ممکنه بیفتید توش، مراقب باشید این مسیری که من میرم برید. اینجا بندازید پایین، بیاید اینجا یه گلدن رون هست اونو بگیرید و از اینجا بدوید و یه پرش بزنید اون سمت، آفرین، و بیاید اینور با اینا درگیر نشید، سعی کنید نزدیک بود منو با یه اتک بکشید و این تلیسمن رو بگیرید. خیلی ردگان تلیسمن خیلی تلیسمن خوبیه و بسیار مهم براتون. بیایید این بخش بچه ها میخوام یه اشافوار بگیریم، بسیار اشر قدرتمندیه، اشافوار بلادی اسلش، حتما برای این بیلد بلادی که میخوایم مهمه. از این جایی که رو نقشه نشون دادم بیاین این بغل، اول اون سمت یه دونه گلدن سید برای فلاسکاتونه نیاز بگیرید و بیاین بالا، با اینا درگیر نشید، وارد بشید، برید اون بالا با اینا درگیر نشید، سریع بدوید اینو بزنید، برید بالا. ببینید این اومد، این ببینید اشه بلادی اسلش رو داره، این نگهبان اینجا، بذارید بیاد بالا. این خیلی قویه بچه ها، تا اومد بالا روش لاک کنید و ضرباتو بزنید. این بلاد لاس شد چون شما کوچیک‌تر. بیایید پایین، بذارید دوباره بیاد، اینو بکشیدش، نذارید بزنه بهتون، پوشن بخورید، حالا بزنید و بله تمام. حالا که بکشیدش بهتون اشافوار بلادی اسلش بود. برای نصب این روی شمشیرتون باید برید به راوند تیبل هولد. روی نقشه ببینید فلاسکا من تقویت میکنم که فلاسکای بیشتری برای خوردن داشته باشم. بیایید این پایین روی این تل یور ملینا بزنید، باش دوباره صحبت کنید و شما رو میفرسته به راوند تیبل هولد، جایی که در واقع مثل همه بازی های سولز شما میتونید برای قوی کردن خودتون به اونجا برید. بله دست ما رو گرفت و ما رو برد به راوند تیبل هولد. حالا ما میریم اینجا پیش یکی از کاراکترهای بازی و اشافاری که الان گرفتیم روی شمشیرمون، یعنی اوچیکاتارا، با یه صحبت میکنیم
همین گزینه دومی اشافوار میزنیم روی همین شمشیر خودمون، چیکاتانا، اشافوار و بلاد. و الان دیگه ما این اشافوار رو میتونیم با زدن دکمه L1 L2 ازش استفاده کنیم. خب به نظرم الان میتونید توی سایت آف گریس بشینید و لول آپ کنید و بخشای دکس، ویگور و ایندورنس رو ببرید بالا و بسیار قدرتمند بشید و با همین بیلد و این سلایک دارید راحت به نظر میتونید تا گادریک رو بزنید، در واقع بخش اول بازی رو تموم کنید و وارد بخش دوم بشید و این سرزمین رو کامل تموم کنید. امیدوارم این ویدیو به درتون خورده باشه. امیدوارم که از من حمایت کنید، کانال رو سابسکرایب کنید، لایک و کامنت یادتون